ایتا انت بیای حضرت بیای جانو میبخشید لوخ پرسیدگیان هدیه شما برادرای عزیز قبول درگاهش گردانده باشد. آدم پروردگار در ملک سرزمین تون فیض و برکات و خیرات پیش و پیوسته می‌کنه. انشاءالله همین محبتی که به همدیگر داریم، همدیگر را همچون مسلمان احترام میکنیم، با همدیگر همچون یک مسلمان رفتار و کردار میکنیم. این پیاره که اینقدر مسلمانای تاجیکستانی ما را در آغوش گرفته است تربیت میکند، همیشه عاجزانه دعا میکنیم که پروردگار مردمش سربلند نگه داره. خاصتا اماماش که خدا شاهد است اینا خدمت ارزنده ای را در اینجا انجام میدن. زمانایی بود که همینجا برادرمان دولت محمد شرکت دارد، خود شاهد حال است. در مسجد می درآمدیم بچه‌ها همین عموما همین شخصایی که 30 سالشون کلان هستند از شمار بودند. 3 یا 4 نفر آیا میدیدی یا نمیدیدی. الحمدلله چند نمازی که در مسجدها خوندیم، نمازگزارای این مسجد دیدیم، من همین خدا را شکر کردم که خداوند بزرگی نمیخواد دولت‌های محترم سری پا خیزانده است، غیرتشان داده است، علم همتشان داده است که با سعی تلاش خویش مردم را دعوت کرده و در صف نماز درست کرده. خداوند فردا روز قیامت همراه داعیای بزرگ ما، همراه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اصحاب گرامیش محشورشان بگرداند. خداوند علمشان بازم زیادتر گرداند، فرزنداشون هم مثل خودشان حتی از خودشان زیادتر محب اسلام و خادم اسلام به کمال برساند. و خداوند برادرانی که در این محفل خیر شرکت دارند از جمیع بلا و آفات حفظ کند، جمیع مراد مقصوداشون حاصل بگرداند. خداوند به دعواهای بندگیت، به دعواهای امتی حبیب محمد صلی الله علیه و سلم، به دعواهای پیروی مذهب مهذب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مستقیم بدن برای نصیب و روزی گردان. آمین. هر کسی که شب جمعه یا سحر جمعه اگر زیارت قبر پدر مادر برای ثواب حج عمره در می‌آورد. این یک حدیث ضعیف است. این جوان هم هر روز جمعه بعد از نماز بامداد میرفت پادر داشت. یک چی واقعی شد که میگه 1-2 ماه نرفت. بعدا مادرش در خوابش در اومد گفت ای فرزند عزیز، گفت تو برای چی به زیارت ما می اومدی به قبرستان اومدن بس کرده دیگر نمیایی؟ هر وقت که تو می اومدی با اومدن تو من خشنود میشم، در بین علم ارواح سرم بلند میشید و
اهل قبرستون همه خرسند خشنود میشنن با آمدن تو. این جوان که از این چیزا که خبردار نبود، بعد میگه مادرش پرسید که مادر گویا از همه رفتن و دعا کردن های ما در قبرستان تو آگاه میشه، خبردار میشه، میفهمی که من همون جا آمدم و دعا کردم. بعد میگه مادر گفت گفت فرزند عزیز، گفت همون کپرکی که با بالاش همون پولی که گذشته میوی به قبرستان 1000 نفر رفته او میکنن هر روزه. 1000 نفر. وقتی که تو به طرف قبرستان به زیارت قبر میوی، از بین 1000 نفر شلفه آواز پوی تره من حس میکنم با پیشوز میدونم. شلفه آواز پوتا میفهمم پیشوز میدونم، ولی خبردار شدن ایگه پو طرف بیستن. برای همی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم هر بار که قبرستان میرفت سلام میداد، السلام علیکم یا اهل القبور. با چند طریق حدیث ها وارد شدگی هستند. السلام علیکم دار قوم مؤمنین، به این طریق هم آمدگی است، دعاهای زیاد کردگی است. حضرت ابن خیم جوزی در آن کتاب روح میگن اگر به شرطی که این مرده ها همین خاک مثلا استخوان بیجون مثلا که یک فردویت بیجون که باشه، پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم به همین سنگ کلوخ سلام میدید. یعنی سلام دادن رسول الله صلی الله علیه وسلم به قبرستان که السلام علیکم یا اهل القبور گفتن، حکمتی دارد که او همه چیز بخبر میشه و هر نفری که به زیارت میرود اهل قبرستان از او بخبر میشن که کی اومده کی رفت. بعدا میگن این بچه با پرسید مادرش که مادر گفت خیر من شکل خود آگاه میشده، خرسند میشده در بین علم ارواح، اما اهل قبرستان گفتی خرسند میشن، این برای چی خشنود میشن؟ گفت فرزندم با بخاطر که تو 2 بار دعا میکنی، یک بار دعا در حق من میکنی، یک بار دعا در حق اهل قبرستان، دعای رحمت و مغفرت. ولی همه بوده در همه مردم ما و شما هست و هر کسی که یک کسی میبریم گور میکنیم یا دعا میخونن تبارک در حق او دعا میکنن، با دویم بار با میخونن در حق اهل هم قبرستان که همو امید دارن، همه تا گردناشون چی از کج امید دارن که در حق یک کس دعا کنن دعای بر رحمت و مغفرت. یعنی از این معلوم میشود که چی است که در عالم برزخ بدگی ها از حال ما و شما فقط خبر هستند. و البته که در حق ها دعا کردن، در حق ها خیرات و صدقات کردن، که البته که حضرت صوفی علیه میگفت که خدا از مانعان خیر بیزار کند او مانعان خیر در نار. کسی که خیر منع میکنه خدا از او بیزار است و او را دشوار میکنه جوش دوزخ. یعنی هر عملی که ثواب است، هر عملی که خیر است، خودشی است، خدا از او خشنود میشه. و ثوابی در حق میید البته که مردم میخوان عادت به آب و نان دونن، وگرنه راههای خیر صدقات هزارها هزار نمود است. میشه که چند تا قرآن مقرر در طالب علم برای تقسیم کنه، میشه که 5-10 تا طالب علم یک سر لباس بخره، میشه که در یک مسجد مثلا یک جوش در تریزه شه و یک جای نماز شه در همونجا صرف کنن، اینو با صدقه جاریه با ثوابشون بازی زیاده تر هستن. هر طریقی که باشد انشاءالله که ثوابی میرسه. و البته که ما و شما باید که آگاه باشیم که البته هر جا که نشسته باشد ذکر خدا و البته که یاد الله رو از حدیثهای رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان داشته باشیم که همه ما و شما البته که چی غنیمت هستیم. حضرت مولا میگفت که زی غیر ذکر ایزی گوشی کربی. هر کجا که اگر سخنی خدا نباشد، گپی بیهوده باشد، میگن در اوجا کربدن بهتر است. زی غیر ذکر ایزی گوشی کربی. زی گوشی هرزگویان گوشی خربه. از آدم هرزگو و پلفته و بیهوده بوده میگه آواز خر بشنوی بهتر است. حالا که از همه منفورترین آواز خر است. خداوند در سوره لقمان بیان میکنه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. هر آینه منفورترین آواز خر است. از همون گپی بیهوده میگه صدای او را بشنوی بهتر است. زی گوشی هرزگویان گوشی خربه. دلی به عشق او بادا کفیده. دلی که عشق پروردگار نداشته باشد مردنش بهتر.
زبان به ذکر او بادا بریده. زبانی که حمد ذکر سپاس و ستایش پروردگار نداشته باشد گم بودن بهتر میگم. دلی به عشق او بادا کفیده، زبان به ذکر او بادا بریده. نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. بود بر مرده غافل کفن حیف، به حلق کشته دنیا رسن حیف. وقتی که در همین دنیا، البته که وقتی که انسان خالق خودش نشناسه، مالک خودش نشناسه، رازق خودش نشناسه، ندانه که این زمین و آسمان و ماه و کهکشان صاحب یا کی است، این گرداننده شب و روز، این قدر مثال سیاره و ستاره های هست. وقتی که نشناسه و ندانه میگه به همین غفلت از دنیا برای میگه کفن برای او حیفه. بزرگان میگفتن ساعت بر خود نظر کن کیستی، از کجایی از چی جایی چیستی، در جهان بحری چه عمر زیستی، جمع هستی رو بزن بر نیستی. یعنی انسان یک لحظه اندیشه کنه که کی هست. قبل از اوی که عبادت خدا ندارد، نماز ندارد، مسجد ندارد، قرآن و تلاوت ندارد، یک ذره بر خودش نظر کنه که کی هست. حضرت مولوی جنون میگفت که اصلت از قطره منی، ای آدمی زاد اصلت از یک قطره آب حرام بوینو کرد. اصلت از قطره منی، لایقی تو نیست منی، از راه باول شدی کبر منی ها چی کنی؟ ای آدمی زاد یک لحظه اندیشه کن از همین دهن نازنین پاک حلال تولد نشده، از چشم پاک حلال تازه تولد نشده، از گوش بنی نازنین تولد نشده، از در راه آدمیزاد برآمده که زندگیات برادران عزیز و گرامی، اما انواع کیموتراپی به شعار در محفل دریافت کرده است. صحبت میکنه کسایی که تلفن شوخی برای گذشتن ببینم. یا کسی به شعار میسواد از فیلم همین دستور کار میکنه یا کسی شعار دیگر هر چیزی اهمیت نداره. این دوست بزرگان می‌آید که شما شد همین خاندانی که در پیش ما شده در همون محفل آمده است. بعد طرف همین خاندانی نگاه کرد، طرف همین خود نگاه کرد. بعد همون مراجعه کرد. او مقصد چگونه که تو می‌سوزی و یا اگر الله شما را تابع است، مشکل خارج شده میشه. لیکن ما در روشن می‌بینیم. می‌سوزد در روشن می‌بینیم. چگونه که تو می‌سوزی، من می‌سوزم. چگونه که می‌خواهی که برای من روشنی کنی، من مقصد همین است که این مردم چگونه پیامبر نوازنده حدیث بود که از راههای من کردن. در راههای درست نگاه کردن من حدیث بود که همین مردم قال الله وقال رسول الله مقبول شدن. لیکن چی می‌دهیم؟ چی می‌دهیم که مردم نه با زحمتی تو می‌رسن، نه با زحمت من. میگم وقتی همین سلطان عبدالله راوتی و همون کامل گفت، میگم همین کامل دیگر، همین لیوس میگه خواه باش می‌شود. آفرین در زمین مثل که تعبی مولوی جنون همین که دست در معدن باز شده مولوی چی میگن؟ میگن بخاطر اون که سلطان اهل خود شریعت وقتی سلطان اهل خود شریعت سخن در اهل سخن اصیل یکی وقتی که نفرهای اهل سخن نیستند عزیزان خدا باید بسیار اشتراک کردن. از آن جمله کمال خود جنبه از ما برادران اشاره می‌کردند پیشینا اهل چه حاصل ذکر تو دانی کمال دانه کمال چی به زیبایی از اخلاق از قبول رسیدن در کتاب میگی
چقدر نمی‌شی ایمان الله حسن می‌کنه ارزان می‌کنم نخوام از ایمان تو مثلا ساعت کنم نخوام از ایمان تو ایمان کنم ایمان همون ارزان دارن یا می‌تونم ارزان شما کنم خدا رحمت کنه اکثریت میگفت هیچ سیکل نکنه نتواند کرد آهن را که بر گوهر کشد چون بر اصل جوهر کامل تربیت را در آن اثر باشد صد برای حرفانه شد چون پیرتر شد علمی‌تر باشد خیلی صاف برش کمک گشت باید هنوز خرش آخرانی سخن نکو و منزاده فرق میشد برادران احترام اشاره من بر این است که خانه نصیحت قرآن فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من احسن قولا ممن دعا الی الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله العظيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله الله يغفر لك كثيرا از نام من شما دعوا دارم از او بهتر سخن بندگان دیگر نیست بهترین سخن الله میکند همون سخن است که وقتی از نام من شما را به بندگی دعوت میکند این بهترین سخن است از این لحاظ برادر عزیز بسیار دانشمندان شما می‌بینند همچنان شدن واسیله و صحابه اصلا سرمایه اولادان برادر از دو چیز مورد است یک نفس یک آب بی آب و بی نفس ما برادر عزیز باید حیات وجود ندارد نمی‌ریم اما عزیزی خدا به این چیزی سرزی شد همچنان شدن ما زیده و هوا و صحابه سخنی خوب به مردم را همان آب است انا می‌شوی در اینها برادر عزیز رندیس آب و میز هوا برای ما مهم است خدا برکت دهد برادران که در این محفل و تصاویر می‌کنند تشکیل می‌کنند که نفر کم و مردم هم نصیحت ما برادر شما می‌کنند که هر روز نیست که